با نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان بیننده، یک چند حلقه داشتیم درباره بزرگان فارس و خدمت آنها در اسلام. از جمله آنها ما سالم مولا ابی حذیفه را گفتیم. بعد از آن درباره بازان گپ زدیم که حاکم یمن بود و بعد که اسلام را پذیرفت دیگر حکومت خسرو را اطاعت نمیکرد و اطاعت خود را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشکش کرد و مردمانی گفتیم از فارس آمده بودند در زمان انوشیروان و اونجا مانده بودند و تقریبا همگی اسلام آوردند که راهبر اونها بازان بود. بعد از اون که بازان وفات کرد، پسرش شهر ابن بازان حاکم یمن شد. اون پیش از این دوستان در ماهای آخر حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی دروغ پیامبرا ظهور کردند. بعضی شخصیت‌های برآمدن دعوای پیامبری کردند، شاید که در بین قبیله‌هاشون مشهور بودند و این چیز اونها رو فریفته و مغرور کرد تا اینکه دعوای پیامبری کنند. یکی از اونها مرد به نام اسود عنسی بود. اسود عنسی تقریبا در منطقه یمن زندگی میکرد و وقتی که دعوای پیامبری کرد بعضی انسان‌های ابله او را اطاعت کردند در این دعوایش و لشکر جمع کرد، تقریبا 700 نفر، خیلی که تبری میگوید، و هجوم کرد به شهرهای بزرگ یمن و از جمله صنعا که اونجا حاکم یمن از طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم مرد فارسی به نام شهر ابن بازان بود. متاسفانه شهر ابن بازان ایستادگی کرد، نتونست و لشکرش شکست خورد و اسود شهر را کشت و زن او به نام آزاد یا اینکه مرزبانه، اونم زن فارسی بود، به خود گرفت. خب این خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید که مرد برونده است دعوای پیامبری میکند و حاکمی پیامبر صلی الله علیه و سلم در یمن را کشته، زنی او را گرفته است و دعوای پیامبری دارد و میخواهد که تمام یمن را از خود کند و تقریبا علما میگن که نزدیکی های طائف آمده بود که 100 کیلومتری مکه است. خیلی دعوای وی را بسیاری از انسان‌هایی که نامسلمان بودند دانسته و ندانسته پیروی کردند، یعنی که به زوری شمشیر آنها را وادار به پیروی از دین خودش کرد. پیامبر علیه السلام خواستند که پیش راه این دروغ پیامبر را گیرند و نامه به یمن فرستادند. یک چند نامه به ابو موسی اشعری بود، با اونجا اقرع نام یک صحابی دیگری بود و به دیگران فرستادند، لیکن دیگر معلوم نیست که اونها چی چاره‌ای اندیشیدن برای پیشگیری کردن این مرد دروغ پیامبر. پیامبر علیه السلام همراه وابر بن یوحنس نامه را فرستادند به معاذ بن جبل. معاذ بن جبل بعضی همون فرزندای ابنا یعنی که این همون فرزندای فارسی زبانی که در یمن مانده بودند و مسلمان شدند به اونها اطلاق نشد و اونها به میان گذاشت. از جمله اونها فیروز، این قهرمان نوار ما بود، فیروز دیلمی میگفتن او را. وقتی که به فیروز به میان گذاشتن گفتن که این آدم یعنی که اسود عنسی که دعوای پیامبری دارد باید که کشته شود، باید که از من برده شود، این مانع باید از من برده شود تا اینکه مردم یمن به دین اصلی خود به اسلام بازگردند. فیروز این مسئله را با دادوه به میان گذاشت. گفتن که حالا که او دختر عمه ما رو به زوری به غصب زنی خود کرده از همون آزادی و مرزبونه که خیلی گفتیم دختر شهر ابن بازان بود، پیش وی میریم مصلحت میکنیم که چه خیل توانیم که این مرد از بین بریم. این چنین یک مرد دیگری بود که وی سرلشکری اسود عنسی یعنی که هم دروغ پیامبر به نام قیس بود که هم خیلی از اسود ناراضی بود، لیکن میترسید چیکار کردن نمیتونست. این مسئله رو با هم در میان گذاشتن و هم طرفدار شد که منم آماده هستم که به شما کمک کنم تا اینکه این دروغ پیامبر رو کشیم و نابود کنیم. خب فیروز میخزد میرد پیش آزادی و مرزبانه که خیش خودش بود و پیش مرزبانه میرد میگه که چی فکر داره درباره این آدم؟ میگه که میگه یه دروغچی است، بدبخت است، میگه دعوا دارد، این پیامبر نیست. میگه چیکار کنیم؟ میگه چیکار کنیم؟ یا باید از من برد. تو میگه اون کمک کرده میتونی. میگه که به خدا من به کسی نفرت ندارم اونچنان که به همین اسود نفرت دارم. اینقدر انسانی منفور است، من آماده‌ام که به شما کمک کنم. گفت که خیلی حمایه‌اش مستحکم است، شما نمیتونید که از در قلعه وارد شید، اما یک دری عقیب است که اونجا در آبروی پنهانی هست، از اونجا شما میدارید شبانه من میگه در نزد همون دریچه میدک برای شما سلاح و وسایلی که قتل آماده میکنم تا اینکه شما دارای براحتی این بدبخته سرش هستن جدا کنید. مسئله شما خیلی میشود، بازان میرود، وقتی فیروز میبراید یکی با هم بدبخت رو برو میشود. میگه چیکار میکنی تو؟ میگه در خونه من که
میگیرد گردنش، میگن که گردنش چنون میفشاره که خیلی گردنش میشکند. از اونجا زنش آزاد اون که محرمانو میبره، میگه تو چه خیر این چه خیر مهمان داره، از این پسری عمک من است. میگه هم پسر عمک من است، هم همشیرم است. ها میگه ای باشد من کاردور نیستم. بس سر میته مرد. بعد از اون فیروز میرود با دودوای با جن خودش مصلحت میکند، چیزی که از همون مرزبانو شنیده بود میراد میگوید. همون شب مرزبانه این بدبخت مست میکند، همین خیلی مست میکنه که دیگه با پای خودش ایستاده نمیتونه. مرزبانه با فیروز و دودوای آدم میفرستاد. اونا میآیند از همون دری که از اونجا اتفاق شده بود، از اون دریچه‌ای که از قفای قصر بود، از اونجا میبرن که اونجا همون یراقی گفتگی که یراقی که بود اتفاق شده بود اونجا ایستاده است، میدارد برای کشتن هم بدبخت. او دیگر مست بود، دیگر حرکت هم کرده نمیتونست از مستی خودش. فیروز میدارد چنان به بازوی خودش گردن او رو میفشارد که وای همه خیلی داد میزند. حمایه‌اش دویده میاد به نزدیکی مرزبانه. دویده میبره میگه که کاردور نشه، میگه این پیغمبر خدا رو وحی هم دیگه است، یعنی که مسخره میکنن. میگه پیغمبر وحی هم برای همه خیلی آواز برآورده است. بعد فیروز براحت کشته سرش میگیرد و تا بامداد تقریبا انتظار میشوند. وقتی نماز بامداد میشود اینا اتفاق داشتن با دیگرها، سر این بدبخت میگیرن از همون قلعه پایان میکنن، مردم اونجا اذان بگن. وقتی که در اذان اشهد ان محمد رسول الله میگن، بعد دیگر این حمایه و با خبر میشوند. لیکن مسلمان‌ها چه که اتفاق داشتن، با وقتی هنگامی که کلمه محمد رسول الله گفته میشود باید که یک و یک بار به قلعه هجوم میکنن و پیروا و حمایه‌ای که در اون قلعه داشت اسود انسی، همه اونها رو باید که از دم تیغ میگذراندن، که از دم تیغ گذراندن. و به همین یعنی که قصه این فرزند فارس، این فرزندی که دروغ پیامبر را سر زد. ببینید برادر، از وقتی که مردم فارس از تاریکی ظلمات دین‌های ساخته و بافته به دین حق، به دین الهی، به اسلام گرویدن، چه خیلی استوار موندند. حتی اینکه دروغ پیغمبرها با این زوری، با این عظمت خودشون، با این قوه خودشون نتونستن که مردم از دین بیرون کنن. نه تنها از دین بیرون کنن، بلکه همین فارس ها بار دوم حکومت پیامبر رو در این جزیره عرب مستحکم کردن. چه خیلی گفتیم مرد قریب طائف تا 100 کیلومتری مکه حکومت داشت دیگر. لیکن توانست که با حول و قوه الهی این خطر را از دولت اسلامی پیامبر صلی الله علیه و سلم دور کند. پیامبر علیه السلام در بستر بیماری بودن، انتظار بودن خبری اسود عنسی را. و همون شب که کشته شد و پیامبر وحی نازل شد، پیامبر نماز بامداد برآمدن و خیلی در روایت تبری آمده گفتن که فیروز فاز فیروز دستگار شد. گفتن در روایت دیگه اون است که پیامبر گفتن که دیشب مردی نیک از خانواده نیک و صالح اون دروغ پیغمبر رو کشت. از شنیدن این خبر صحابه خیلی خوشحال شدن. ببینید دو مرد فارسی اون کاری که لشکرهای یمن، لشکری دولت کردن، دو مرد فارسی اجرا کردن، اونم برای خاطر استوار کردن پایه های دولت پیامبر صلی الله علیه و سلم، فیروز دیلمی و جیانش دودوی. اما خبر این عملیات ویژه بعد از وفات پیامبر به مدینه اومد رسید. خودی پیامبر صحابه رو توسط وحی خبر دادن پیش از مردنشون، یک چند روز پیش، بعضی روایت میگه که یک روز یا دو روز پیش. اما خودی خبر همچون نامه نوشته شد و پیامبر اومد، لیکن پیامبر وفات کردن. این اولین فتح بود که در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق شد. عزیزان بیننده، یعنی وقتی که ایمان با رگ و خون و قلب انسان آمیخته می شود، ببینید چه نتیجه ها میده. یعنی اینها مردم فارس هستند، زردوش بودن، آمدن اسلام آوردن، مستحکم شدن و برای خاطر اسلام مستحکم کردن بین عرب اینقدر سعی و تلاش کردن. شاید بسیارا گمان میکردن که فقط یک مسلمان فارسی داریم، لیکن الحمدلله با وقتی که کتاب رو ورق می‌زنیم خیلی مردم زیاد هستن فرزندان فارس که ایمان آورده بودن، چه از آنهایی که در یمن بودن، چه آنهایی که در خود مدینه بودن و چه از آنهایی که خود در ایران بودن. حتی یک مرد مروی با تجارت خودش به مدینه اومد از نام ماناهیتا، پیامبر علیه السلام نام او رو تغییر دادن، چون که همون اناهیتا یک نام خدای همون زردشتی‌ها هست. شاید برای همین پیامبر نامش رو محمد گذاشتن، لیکن فیروز ببینید نامش تبدیل ندادن، نامش دیگر نکردن. بنابراین با یک نوار کوتاه که داشتن درباره این نام دیگر کردن یا نکردن، یعنی ببینید که پیامبر همون نام رو دیگر نمی‌کردن، فقط اون نام رو دیگر می‌کردن که معنای بد داشته باشه. اما نامی که معنای خوب داشته، چی به زبان نیمیسی باشه، چی به زبان بورکینافاسو باشه، چی به زبان ازبکی باشه، چی به دیگر زبان باشه، فرق ندارد. اسلام با اون نام کاردار نمیشه.
مثال زنده همین دادوی هم همین است، خود همین فیروز هم همین است، مثلا به نام خودش موندگی است. خداوند فیروز دیلمی رو رحمت کند. اختلاف است که در کدام سال مرده است. بعضی گفتند که در زمان خلافت عثمان بن عفان رضی الله عنه وفات کرده است در بیت المقدس، و بعضی دیگر گفتند که در زمان خلافت معاویه در خود یمن وفات کرده است. خداوند گذشتگان ما رو رحمت کند که با این سعی و تلاش خود پیش این نمود دروغ پیامبران رو گرفتند و پایه های دولت پیامبر صلی الله علیه و سلم را مستحکم کردند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.